حملات دیگه یا از طرف راست است. قبل از اتمام چند تایش براتون میگم. یکیشون ای است. خب اول براتون یک مثال میتونم. اگه یک وظیفه بگیرن و ای باشه که هر روز 5 کار انجام بتن، رئیستان میگه کار اولی مهمترین کارتان است. این کار بسیار زیاد مهم است. اگه این کار خلاص کنی، اگه خلاص شد و وقت برات باقی ماند، باز به کار دومی برو. و اگه بازم وقت ماند میتونی کار سوم کنی. اما اگه برای 8 ساعت کار کردی و فقط کار اول خلاص شد، مشکلی نیست. چون اون مهمترینش است. تا او را خلاص نکردی دیگه کارا مهم نیستن. اینا اولویت هستن. وقتی رئیستون تعیین میکنه باید به اولویت های او احترام بونن. شما این وظیفه رو میگیرن. 5 کاری که رئیس توضیح میده این مهمترینشان است. بعد ای، بعد ای، بعد ای، بعد ای، بعد کار پنجمی. اما شما کل روز کار پنجمی رو انجام میدن. رئیستون میایه میگه انجام شد، باز میگن بله کار پنجمی رو قسم انجام دادم که کیف کنه. اینو ببینین. رئیستون باز چی میکنه؟ چرا اولی را نکردی؟ میفهمین؟ من احساس کردم که کار پنجمی را اوقع خوب انجام میتونم که نیاز نیست کار اولی را کنم. ببینین چقدر خوب انجامش دادم؟ این تصمیم شما نیست، از رئیستان است. او براتون معاش میده، او استخدامتان کرده، او کسی است که اختیار داره. من از یک رئیس براتون نمیگم، از الله براتون میگم. الله به ما و شما میگه این مهمترین چیز در اسلام است. این چیزی است که باید انجام بدین. این چیزهایی است که باید ازشان دور بمونن. اینا فرائض هستن و براتون ضروری است که باید و حتما اینا را انجام بدین. و اینا چیزهایی است که حتما باید ازشان دور بمونن. ما زندگی میکنیم و شیطان میایه و میگه هی چرا خیرات بیشتری نمیکنی؟ و چون زیاد خیرات میکنی دیگه زیاد متوجه نمازت نباش. وقتی نماز نخوندی یک نفر براتون میگه یا حتی در ذهن خودتون میایه من نماز نمیخونم، میفهمم اما خیرات زیاد میکنم. خیرات جای خودت داره، اما جایگزین اولویتی که الله تعیین کرده نیست. من حق ندارم اولویت ها را تعیین کنم، الله تعیین کرده. اما در ذهنتون شما یک کار خوب کردن، خیرات کردن، با کسی کمک کردن، یک کار کردن که بسیار دوست دارن. بعضی مردم میگن من هر کاری که بخوایم میتونم به شرطی که در رمضان کارهای خوب زیاده کنم. این برای اونا کار پنجمی است. خب اگه به اندازه کافی در رمضان خوب باشم، باز برای 11 ماه در رخصتی کارهای الله هستم. میتونم این کارا رو کنم. در ذهن بعضی مردم اونا نماز میخونن، اونا غذای حلال میخورن. هر باره که به دکان میرن میگن گوشت این حیوان از کجا آوردی؟ ویدیوی حلال کردن این حیوان برام نشان بده. ذکر الله اکبر که میشنوم از یک ویدیوی یوتیوب گرفته شده یا خود او شخصی که حلال کرده واقعا در اون وقت گفته ما اول مدرک میخوایم بعد این کباب مرغ میخورم. اونا اینقدر تمرکز روی حلال خوردن دارن، اما بازم در اون وقت امو شخص مهر خانومش برش نداده. امو شخص میراث پدری را به خواهرایش نداده. امو شخص در تجارت مردم و فریب میته و پولشان پس نمیته، دروغ میگه. امو شخص چون در ذهنشان اینا مهم نیستن. این اسلام ماست. الله به خاطر حلال خوردن مرغ خوشحال میشه. اما دیگه چیزا مشکلی نداره. اینا خونسا میکنه. مردم در حج قسم هستن. میگن با حج گناه بخشیده میشه، پس مشکلی نیست. فهمیدین؟ باز شیطان میایه و میگه این چیزایی را که دوست داری را انجام بده. چرا اونا تمرکز نمیکنی؟ و چیزای دیگه در اسلام هست که شاید انجامش کمی برات مشکل باشه، برات سخت هستن، الله درکت میکنه. تو فقط کارایی را که همراهش راحت هستی، فقط همون کارا را که همراهش خوش باش. بهش خودتون میگن که یک کار عالی را انجام میدن. آخرین فریب شیطان براتون بگویم این است که خودتون از پیش خود چیزی را تعریف میکنن. معنای خوب بودن چی است؟ این موضوع جدا است که 5 کار دادن میشه و شما کار پنجمی را انتخاب میکنن. اما یک چیز دیگه است که شما میگن نه این 5 کار را فراموش کن. من برات میگم که چی مهم است. من خودم یک لیست دیگه دارم. من احساس میکنم که باید این کار کنم. این چیزی است که الله را خوشحال میسازه. چون احساس خود شما، برداشت‌های خود شما و نظرهای خود شما بالاتر از چیزی است که الله نازل کرده. اما در ذهنتان این به خاطری است که شما انسان خوبی هستن، قلب خوبی دارن و قصد خوبی دارن. پس تا وقتی که نیت خوبی دارن، الله امیرم میخواد. شاید کسی را ناراحت کنن وقتی بگوین من میفهمم که الله گفته ای و ای میخواد ای کارو او کارو کنم، اما میفهمی من در حقیقت انسان خوبی هستم. انسان بسیار خوبی هستم، با مردم خوب هستم، در کارم صادق هستم، مؤدب هستم و غیره و غیره و غیره. پس او چیزا
اشخاصی را میشناسم که نماز میخوانن، زنایی که حجاب میپوشن یا مردایی که ریش میمانن اما بسیار بد هستن، پس حداقل مثل اونا نیستم. من روشهای خوب بودن خود دارم، مشکل نیست، الله درک میکنه. شیطان اینا را براتون میگه، درست است؟ نباید خودت تسلیم وحیهای الله کنی، چون مثاله بدی وجود داره. پس تنها کاری که باید کنی این است که به خودت بگوی الله درکت میکنه و روش زندگی خودت داشته باشی و خود یک انسان خوب بدونی. به خودت بگویی که عالی هستی. فهمیدین؟ و تمام این حملات که از سمت راست هستن و خطر مشابهش چی است، به خودت میگه که مشکلی نداره. به خودت میگه که یک کار درست میکنه. به خودت میگم که این مشکلی نداره. یک چیز دیگه به ذهنم آمد و به خاطر ای که انشالله بار دیگه در مورد حملات از شب میگم، امروز این موضوع رو تمام میکنم و بیشتر از 1 دقیقه وقت نمیگیرم به اذن الله. میفهمین الله گفته كل حزب بما لديهم فرحون. کسایی هستن که میخواین اسلام پیدا کنن، میخواین راهنمایی شون، درست است؟ به مسجد میرن و اشخاصی را میبینن و به الله متعال نزدیکتر میشن چون او اشخاص دیدن، درست است؟ اما شما میفهمین مسلمان ها یک قسم نیستن، مساجد یک قسم نیستن. وقتی به مسجد میرین گروهی را میبینین که شاید مربوط به یک مکتب فکری باشن یا به عالمای خاص احترام میمونن یا یک نصاب تعلیمی خاصه، درست است؟ اونجا میرین و بسیار خوش هستن که تونستن توسط او اشخاص الله را پیدا کنن. اما بعد به یک مسجد دیگه میرین و میبینین شبیه مسجد قبلی نیستن. اینا ریش‌های کوتاه‌تری دارن. این اشخاص حتی سر خود نمیپوشونن، مثل اشخاص قبلی سر خود نمیپوشونن. و اشخاص دیگه در اونجا روشی که دستهای خود در نماز میبندن با روش ما فرق داره. باز به خودتون میگن گروهی که ما همراهشان هستم و ما را به الله نزدیک کردن، الحمدلله گروه حقیقی را پیدا کردیم. به این اشخاص حس بدی دارم. و این چیزی که دلیل نیکوکاری شما بود، چیزی که اعمال خوب شما بود، باعث میشه کسای دیگر اخطار بتن که با اون مسجد نرن و با گروه شما یک جای شون. چون همگی گمراه شدن، همگی از الله دور شدن. اونا به خاطر یه اشتباه میکنن، به خاطر یه اشتباه میکنن، به خاطری براتون میگم ما چرا خوب هستیم. خب پس اون میگم اما ما فوق العاده هستیم. بجایش براتون میگم که اونا چرا بد هستن. باید مطمئن شوم که مردم راهنمایی میشن. شما خوب شروع کردن، با او اشخاص به الله نزدیکتر شدن. اما وقتی که این تبدیل به یک فرقه شد، وقتی ایتو شد که با دیدن یک مسلمان بگوین تو از کدام نوع مسلمان هستی، برام بگو خب تو چی هستی؟ میگه مسلمان. میفهمم مسلمان هستی، اما فهمیدین؟ بیشتر بگو این کافی نیست. وقتی اینا اتفاق بیفته کلش از شیطان است، از ابلیس است. چون این دیگه براتون کافی نیست که یک نفر فقط الله را به حیث رب به خود قبول کنه. براتون کافی نیست که محمد پیامبرش است صلی الله علیه و سلم. این کافی نیست. من باید مطمئن شوم که تو عضو امو گروهی هستی که من خودم هستم. اگه نباشی باز به مشکل برمیخوریم. باز من باید برات بگویم چطور باید خود اصلاح کنی و به گروه ما بیایی. غیر برات متاسف هستم، این نهایت خودپسندی است. این قسم مردم فکر میکنن صاحب راهنمایی هستن. هیچ گروهی از مسلمانان صاحب راهنمایی نیستن. هیچ عضو از مسجد صاحب راهنمایی نیست. هیچ امامی صاحب راهنمایی نیست. هیچ کسی صاحب راهنمایی نیست. او از الله است. الله صاحبش است. اگه یک نفر اشتباهی میکنه یا گپ اشتباهی میزنه، یک راه خوب است تا اشتباهش برایشان توضیح بدی. پدر ابراهیم علیه السلام بت میپرستید و حتی در خانه خود بت میساخت. ایشان یک راه خوب برای اصلاح او داشتن. ما را ببینید چطور این کارو میکنه. اونا حتی بت هم نمیپرستن. چطور مردم به نام حقیقت خطبه های میتن که چطور بعضی از مسلمان ها نظر به گپ اونا واجب القتل هستن، باید کشته و اعدام شون، یا پیروان شیطان هستن. مسلمان های دیگر به خاطر اعتقاداتشان کم میزنن و تحقیر میکنن. این قسم میخواین اونا را اصلاح کنن؟ کدام پیامبر تو حال این کار کرده؟ کدام پیامبر با این لحن صحبت کرده؟ پیامبران چطور مردم اصلاح میکردن؟ حتی اگه فکر میکنن گمراه شدن، این راهش است؟ این قسم باید گپ زده شوه؟ ما انسان ها شیطانی ترین راه برای کار پیدا میکنیم که فکر میکنیم درست است. فهمیدین؟ کار خوب فقط به انجامش نیست بلکه طریقش هم مهم است. باشد که الله عزوجل ما را از حملات شیطان از طرف راست محافظت کنه و کمکمان کنه به راه راست پایبند بمانیم. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.